به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا شروع میکنیم. سو و شوم، نوشته سیمین دانشور که توسط انتشارات خوارزمی در تهران چاپ شده. چاپ اول این کتاب در تیر ماه 1348 بوده و چاپ 14مش که در اختیار منه در فروردین ماه 1377. امیدوارم که از این کتاب زیبا، این نثر و روایت خانم دانشور خوشتون بیاد و با من همراه باشید برای کشف این کتاب جدید. به یاد دوست که جلال زندگیم بود و در سوگش به سو و شون نشستم. سیمین. میدونین که خانم سیمین دانشور همسر جلال آل احمد بودن، اما با بیتی از حافظ کتاب رو شروع میکنیم. شاه ترکان سخن مدعیان میشنود، شرمی از مظلمه خون سیاوشش باد. فصل 1. آن روز عقد کنان دختر حاکم بود. نانواها با هم شور کرده بودند و نان سنگکی پخته بودند که نظیرش را تا آن وقت هیچ کس ندیده بود. مهمانها دسته دسته به اتاق عقد کنان می آمدند و نان را تماشا می کردند. خانم زهرا و یوسف خان هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد گفت: گوساله ها چطور دست میرغضبشان را می بوسند؟ چه نعمتی حرام شده و آن هم در چه موقعی؟ مهمانهایی که نزدیک زن و شوهر بودند و شنیدن یوسف چه گفت، اول از کنارشان عقب نشستند و بعد از اتاق عقد کنان بیرون رفتند. زری تحسینش را فرو خورد. دست یوسف را گرفت و با چشمهایش التماس کرد و گفت: تو رو خدا یک امشب بگذار ته دلم از حرفهایت نلرزد. و یوسف به روی زنش خندید. همیشه سعی میکرد به روی زنش بخندد، با لبهایی که انگار هم سجاف داشت و هم دالبر و دندانهایی که روزی روزگاری از سفیدی برق میزد و حالا دیگر از دود قلیان سیاه شده. یوسف رفت و زری همانطور ایستاده بود و به نان نگاه میکرد. خم شد و سفره قلمکار را کنار زد. 2 لنگه در را به هم چسبانده بودند. دور تا دور سفره سینی‌های اسفند با گل و بته و نقش لیلی و مجنون قرار داشت و در وسط نان برشته به رنگ گل. خط روی نان با خشخاش پر شده بود. تقدیمی صنف نانوا به حکمران عدالت گستر. با زعفران و سیاهدانه نقطه گذاری کرده بودند و دور تا دور نان نوشته بود: مبارک باد. زری می اندیشید در چه تنوری آن را پختند، چانه‌اش را به چه بزرگی برداشتند، چقدر آرد خالص مصرف کردند و آن هم به قول یوسف در چه موقعی؟ در موقعی که میشد با همین یک نان یک خانوار را یک شب سیر کرد. در موقعی که نان خریدن از دکان‌های نانوایی کار رستم دستان بود. در شهر همین اخیراً چو افتاده بود که حاکم برای زهر چشم گرفتن از صنف نانوا می‌خواسته است یک شاطر را در تنور نانوایی بیاندازد، چون هر کس نان آن نانوایی را خورده از دلدرد مثل مار سرکوفته به پیچ و تاب افتاده، مثل وبازده‌ها عق زده. میگفتند نانش از بس تلخ قاطی داشته رنگ مرکب سیاه بوده. اما باز به قول یوسف تقصیر نانواها چه بود؟ آذوقه شهر را از گندم تا پیاز قشون اجنبی خریده بود و حالا چطور با آنها که حرفهای یوسف را شنیدند التماس کنم که شطور دیدی ندیدی؟ در نخ این خیالها بود که صدایی گفت: سلام. از نان به خانم حکیم نگاه کرد که با سر جنت زینگر کنارش ایستادند. به هر دو دست داد. هر دو فارسی می دانستند، اما شکسته بسته. خانم حکیم پرسید: حال دوقلوها چطور می باشد؟ و به سر جنت زینگر توضیح داد که
هر سه بچه از دست من می باشد و سرجنت زینگر گفت شک نمی داشتم. و از زری پرسید پستانک بچه هنوز می باشد؟ و از بس می باشد کرد خودش خسته شد و به انگلیسی توضیحاتی داد که زری از حواس پرتی نفهمید. هرچند در مدرسه انگلیسی ها درس خوانده بود و پدر مرحومش بهترین معلم انگلیسی در شهر شمرده میشد. زری شنیده بود اما تا با چشمهای خودش نمیدید باور نمیکرد. سرجنت زینگر فعلی کسی جز مستر زینگر یا زینگر سابق مأمور فروش چرخ خیاطی زینگر نبود. اقل کم 17 سال میشد که به شیراز آمده بود و هنوز فارسی درستی نمیدانست. هر کس چرخ خیاطی سینگر میخرید خود مستر زینگر با آن قد و بالای قولاسا مفت و مجانی 10 جلسه درس خیاطی به او میداد. با آن هیکل چاق و چله پشت چرخ خیاطی مینشست و گلدوزی و شبکه و چین دوقلو یاد دخترهای مردم میداد. تعجب بود که خودش خنده‌اش نمی‌گرفت، اما دخترهای مردم خوب یاد می‌گرفتند. زری هم یاد گرفت. جنگ که شد، زری شنید که مستر زینگر یک شبه لباس افسری پوشیده، یراق و ستاره زده و حالا می‌دید و این لباس واقعاً به او می‌آمد. اندیشید خیلی طاقت می‌خواهد که آدم 17 سال به دروغ زندگی کند. کارش دروغی، لباسش دروغی و سر تا پایش دروغ باشد و در کار دروغی خود چقدر هم مهارت داشت. با چه کلکی مادر زری را واداشت چرخ خیاطی بخرد. مادر زری غیر از مستمری شوهر از مال دنیا نصیبی نداشت. مستر زینگر به او گفته بود که اگر دختری چرخ خیاطی زینگر جهیزیه داشته باشد دیگر به هیچ چیز احتیاج ندارد. گفته بود حتی مالک چرخ زینگر میتواند نان خودش را از همین چرخ خیاطی در بیاورد. گفته بود همه اعیان و اشراف شهر یکی یکی چرخ خیاطی زینگر برای جهیزیه دخترانشان خریدند و دفترچه‌ای به مادر زری نشان داده بود که اسم و رسم همه آدم‌های اسم و رسمدار شهر در آن نوشته شده بود. 3 افسر اسکاتلندی که تنبان چیندار و جوراب ساق بلند زنانه پا کرده بودند به آنها پیوستند. بعد مکماهون آمد که با یوسف دوست بود و زری بارها دیده بودش. مکماهون خبرنگار جنگی بود و دوربین عکاسی داشت و از زری خواست که درباره بساط عقد برایش توضیح بدهد و زری درباره همه چیز سخن داد، درباره گلدان و شمعدان و آینه نقره، شال و انگشتر که در بخچه ترمه پیچیده بودند، نان و پنیر و سبزی و اسفند، 2 کله قند عظیم که در کارخانه قند مردش خواست جشن عقد دختر حاکم ریخته بودند. در 2 طرف سفره عقد قرار داشت. بر تن یک کله قند لباس عروس و بر تن کله قند دیگر لباس دامادی پوشانده بودند و کلاه سیلندر سر داماد کله قندی گذاشته بودند. یک کالسکه بچه گوشه اتاق بود و داخل کالسکه با متن ساتن صورتی انباشته از نقل و سکه بود. سوزنی ترمه روی زین اسب را کنار زد و گفت عروس روی زین اسب می نشیند تا همیشه بر سر شوهرش سوار باشد. همه زدن زیر خنده و مکماهون ایرلندی تریک تریک عکس برداشت. چشم زری افتاد به دختر کوچک حاکم، گیلانتاج، که به او اشاره می کرد. از شنوندگان عذر خواست و به طرف دختر حاکم رفت. دختری بود با چشمهایی به رنگ عسل و موهای صاف خرمایی که تا سر شانه ریخته بود. جوراب ساق کوتاه پا داشت و دامنش تا بالای زانو می رسید. زری اندیشید باید همسن خسرو من باشد. 10-15 سالش نباید بیشتر باشد. گیلانتاژ گفت مامانم میگوید لطفاً گوشواره‌هایتان را بدهید. یک امشب به گوش عروس میکنن و فردا صبح زود میفرستن در خانه‌تان. تقصیر خانم عزت الدوله است که یک کلاف ابریشم سبز آورده و به گردن عروس انداخته. میگوید سبزبخت میشود، اما دیگر هیچ چیز سبزی که بهش بخورد در سر تا پای خواهرم نیست.
عین شاگرد مدرسه ها درس جواب میداد. زری ماتش برده بود. از کجا گوشواره زمرد او را دیدند و برایش خط و نشان کشیدند؟ در آن شلوغی کی به فکر این تناسبات برای عروس افتاده؟ لابد این دسته گل را همان عزت و دوله به آب داده. با آن چشمهای لوچش حساب دار و ندار همه اهل شهر را دارد. گفت و صدایش می‌لرزید. این رونمای شب عروسیم، یادگاری مادر آقاست. به فکر آن شب در هجدهخانه افتاد که یوسف گوشواره‌ها را به دست خودش به گوش او کرده بود. عرق ریخته بود و در آن شلوغی و هیاهو جلوی چشم زنها دنبال سوراخ‌های گوش عروس گشته بود. و زنهای لوده شهر بهانه خوبی برای مثل سوراخ گوش و خانه پدری یافته بودند. گیلانتاژ بی‌حوصله گفت دارن مبارکباد میزنن. زود باشید، فردا صبح. زری دست کرد و گوشواره ها را درآورد. گفت خیلی احتیاط کنید، آویزه هایش نیفتد. هرچند میدانست اگر میشد پشت گوشش را ببیند روی گوشواره ها را هم خواهد دید، اما میتوانست ندهد. عروس به اتاق عقد کنان آمد و عزت و دوله زیر بغلش را گرفته بود. بله، هر حاکمی که به شهر می آمد او فوری مشیر و مشار خانواده‌اش می شد. 5 تا دختر کوچولو با لباسهای پف پفی شبیه فرشته ها که هر کدام یک دسته گل دستشان بود و 5 تا پسر کوچولو با کت و شلوار و کراوات دنبال عروس می آمدن. اتاق پر بود. خانم‌ها دست زدند. افسرهای خارجی هنوز در اتاق بودند. آنها هم دست زدند. همه تشریفات برای آنها بود. اما برای زری مثل دسته تعزیه مبارکباد می‌زدند. عروس روی زین اسب جلوی آینه نشست و عزت و دوله روی سرش قنص دارید. زنی با سوزن و نخ قرمز زبان یاران داماد را دوخت و افسرهای خارجی کرکر خندیدند. دد سیاهی با یک منقل آتش که دود اسفن از آن بلند بود عین جن بوداده به اتاق آمد، اما در اتاق جای سوزن انداختن نبود. زری اندیشید همه جمعند، مرهب و شمر و یزید و فرنگی و زینب زیادی و هند جگرخوار و عایشه و این آخری هم فزه. و ناگهان به صرافت افتاد من هم که حرفهای یوسف را میزنم. اتاق شلوغ و گرم و پر از بوی اسفند و گلهای مریم و میخک و گلایول بود که در گلدانهای بزرگ نقره در گوشه و کنارها از میان دامنهای خانمها پیدا بود. گلها را از باغ خلیلی آورده بودند. زری نفهمید که عروس بله گفت. گیلانتاژ دست گذاشت روی بازویش و آهسته گفت مامانم تشکر کردند. بهش خوب. باقی حرفش در صدای هلهله و فریاد گوش خراش موسیقی نظامی که دنبال مبارکباد را گرفته بود گم شد. انگار بر طبل جنگ می‌کوفتند. فردوس زن قاپوچی عزت و دوله تو آمد و راه باز کرد و خودش را به خانم رساند و کیف خانم را داد دستش و عزت و دوله در کیف را گشود و یک کیسه پر از نقل و سکه سفید درآورد و روی سر عروس ریخت. و برای آنکه افسرهای خارجی خم نشوند به دست خودش یک سکه طلا کف دست یک آنها و خانم حکیم گذاشت. زری حمیدخان را تا آن وقت در اتاق عقد کنان ندیده بود، اما حرف که زد دیدش. خطاب به افسرهای خارجی گفت خانم زهرا خواهش میکنم برایشان ترجمه بفرمایید. خواستگار سابقش اندیشید کور خوانده اید. همین که معلم تاریخ به اسم تماشای خانه عتیقه همه دختر مدرسه های کلاس نهم را به خانه تو کشانید و تو دخترهای مردم را با چشمای هیزت وارسی کردی و به ما حمام و زورخانه تان را نشان دادی و هی گفتی جدم کلانتر بزرگ تالار آینه را ساخته، لطف علی خان روی آینه را نقاشی کرده، برای 7 پشتم کافی بود و کافی هست. بعد هم مادرت به چه پررویی روز حمام ما به حمام شاپوری آمد و خودش را به نمره ما تحمیل کرد تا بدن لخت مرا با چشمهای لوچش بد و خوب بکند. اقبالم بلند بود که یوسف همان وقت از من خواستگاری کرده بود، وگرنه احتمال داشت مادر و برادرم گول زندگی گل و
گل و گشادت را بخورند. بعد از عقد کنان جشن در باغ و در ایوان جلو عمارت شروع شد. سرب‌ها، نخل‌های زینتی، درخت‌های نارنج همه چراغان شده بود. هر درختی به رنگی. درخت‌های بزرگ با گلوب‌های بزرگ و درخت‌های کوچک با گلوب‌های کوچک. عین ستاره، آب از دو سمت در آبنما که پله پله بود سرازیر می‌شد. وسط هر پله یک چراغ به شکل گل سرخ تعبیه کرده بودند و آب از روی روشنایی‌های سرخ رنگ می‌گذشت و به استخر می‌رفت. بنگاه وسیع باغ را برای رقص قالی فرش کرده بودند. ظریف فکر کرد که حتما دیمکشی چراغ‌های آبنما از زیر قالی است. دور تا دور استخر به ترتیب یک قدح گلمرغی پر از انواع میوه، یک جار سه‌شاخه و یک سبد گل چیده بودند. شمع‌های جارها روشن بود و تا وزش نسیم یکی از آنها را خاموش می‌کرد، مستخدمی فوراً با مشعل دست کوتاه روشنش می‌نمود. خود حاکم، مرد 4 شانه و بلند بالایی که سبیل و موی سفید داشت، کنار استخر ایستاده بود و به مهمان‌های تازه وارد خوش آمد می‌گفت. آخر سر یک کلونل انگلیسی که چشم‌های لوچ داشت دست در دست مدیر مدرسه سابق زری وارد شدند. پشت سر آنها 2 سرباز هندی یک سبد گل میخک به شکل یک کشتی را روی شکم‌هایشان گرفته بودند و می‌آمدند. به حاکم که رسیدند آن را جلوی پایش کنار استخر گذاشتند. حاکم متوجه گل نشد. داشت دست خانم انگلیسی را می‌بوسید. انگار مدیر مدرسه اشاره به گل کرد، چرا که حاکم یک بار دیگر با کلونل دست داد و بعد دستش را رو به سربازهای هندی دراز کرد، اما آنها پاهایشان را به هم کوفتند، سلام نظامی دادند، عقب گرد کردند و رفتند. دسته موسیقی نظامی مارش میزد. بعد مطرب‌ها آمدند. نعمت قانون میزد و همکار شکم گنده‌اش تار میزد و پسرک زبر زیر ابرو برداشته‌ای گلم گلم یار گلابتون را خواند و رقصید و بعد عزیزم برگ بیدی را خواند و بعد ضرب گرفتند و چند تا زن و مرد با لباسهای عاریتی قشقایی رقص دستمال و چوبی تشلحفی کردند. زری همه چیز تقلبی دیده بود، اما قشقایی تقلبی به عمرش ندیده بود. نوبت به مطرب‌هایی رسید که از تهران مختص جشن عقد کنان دختر حاکم دعوت شده بودند. همه صداها به گوش زری در هم و بر هم بود. حتی از دیدن قاب‌های شیرینی و ظرف‌های پروپیمان آجیل که جابجا روی میزها چیده بودند، دلش به هم می‌خورد. فقط یک آن به صرافت افتاد که لابد اولی را صنف قناد فرستاده و دومی را هم صنف آجیل فروش. کیک 5 طبقه عروسی تحفه سر فرماندهی کل قشون خارجی بود که با طیاره وارد کرده بودند. کیک را روی میزی در ایوان گذاشته بودند. در آخرین طبقه کیک عروس و دامادی دست در دست هم ایستاده بودند و یک بیرق انگلیس هم پشت سرشان بود. همه‌اش از شیرینی. به طور کلی آدم خیال می‌کرد یک فیلم سینما را تماشا می‌کند، مخصوصاً با آن همه افسر خارجی با لباس‌های یراقدار و مدال‌ها و افسرهای اسکاتلندی با شلیته‌های چیندار و چند تا افسر هندی با عمامه‌ها و آدم اگر گوشواره‌هایش را از دست نداده بود می‌توانست سیر تماشا کند. اول عروس و داماد با هم رقصیدند. دنباله بلند لباس عروس مثل ستاره دنباله‌دار روی قالی کشیده میشد و سنگ‌ها و منجوق‌ها و مرواریدهای لباسش در نور چراغ می‌درخشید. اما دیگر نه کلاف سبز ابریشم به گردن داشت و نه تور عروسی، تنها گوشوارها سر جای خود بودند. یک بار کلونل انگلیسی با عروس رقصید و یک بار هم سر جنزینگر که عروس در بغلش مثل یک ملخک می‌لغزید. انگار پای عروس را هم چند بار لگد کرد.
بعد افسرهای خارجی رفتند سراغ خانم‌های دیگر. زنهای شهر با لباسهای رنگارنگشان در بغل افسرهای غریبه می‌رقصیدند و مردهایشان روی مبل‌ها نشسته بودند و آنها را می‌پاییدند. گفتی بر سر آتش نشستند. شاید هم خوشحال بودند. شاید خونشان را می‌خورد. آدم که توی دل مردم نیست. هر رقصی که تمام می‌شد، افسرها خانم‌ها را به جای اولشان می‌رساندند. انگار خودشان تنها نمی‌توانستند برگردند. بعضی از افسرها پاها را چفت می‌کردند و دست زنها را می‌بوسیدند و این گونه که می‌کردند مردهای آن زنها مثل فنر از جا می‌جستند و دوباره می‌نشستند. انگار کوکشان کرده بودند. تنها کسی که نرقصید مکمهون بود. او فقط عکس برمی‌داشت. سرجن زینگر آمد جلوی زری. پاهایش را به هم جفت کرد که درخت صدا داد و تعظیم کرد و گفت برقصیم. زری عذر خواست. زینگر شانه‌اش را بالا انداخت و رفت سراغ خانم حکیم. زری به شوهرش نگاه کرد که چند صندلی آن طرفتر نشسته بود. چشم‌های یوسف او را می‌نگرید. چشم‌هایی که از آسمان صاف همین روزهای بهاری پررنگ‌تر بود. به او چشمکی زد که دلش را فشرد. انگار همیشه یک قطره اشک ته چشم‌های یوسف نهفته بود. مثل 2 زمرد مرطوب. عین زمردهای گوشواره‌هایش. کورنل و زینگر هر دو با هم و گاه تک تک بعضی از مردها را به ته باغ می‌بردند و بعد از چند دقیقه برمیگشتند و یک راست به سراغ بار می‌رفتند و به سلامتی هم جام می‌زدند. زری متوجه شد که زینگر در گوش شوهرش چیزی گفت و یوسف بلند شد و با زینگر از خیابان باغ با ردیف سرب‌ها و نارنج‌های چراغانی شده‌اش گذشتند و رفتند ته باغ. اما زود برگشتند و سراغ بار هم نرفتند و دید که سرجن زینگر اشاره‌ای به کورنل کرد و چشم‌های این یکی چپ‌تر شد و سگرمه‌اش تو هم رفت. یوسف هم کنار زری نشست. صورتش قرمز شده بود و سبیل‌های بورش می‌رسید. گفت پاشو بی سر و صدا برویم. زری موهایش را آورد روی آن گوشی که به طرف شوهرش بود و گفت هر طور میل توست. داشت بلند میشد که مکمهون جام در دست پیدایش شد و کنارشان نشست. دست یوسف را در دست گرفت. چشمایش از بس جین نوشیده بود از هم باز نمیشد. به انگلیسی پرسید باز با خیاط کل سر و شاخ شدی؟ آهی کشید و ادامه داد برای شما مشکل تر است، هرچند برای ما هم آسان تر نخواهد بود. از شعرم که اول شب برایت خواندم خوشت آمد مگر نه؟ حالا خیال دارم شعری برای شهر شما بگویم. اشاره به پره لیمو ترشی که در جامش بود کرد و گفت لیمو ترش با پوست لطیف سبز باز و بویی که تمام عطرهای دشت را یک جا جمع کرده و سرو با آن آزادگی و اعتدال از رویدنی‌های مهم این شهرند و آدم‌ها طبعاً باید شبیه رویدنی‌های منطقه‌ای باشند که در آن به وجود آمدند. لطیف و معتدل. مرا فرستادند که به تو بگویم چرا معتدل و لطیف نیستی؟ خوب دارم پیش می‌روم یوسف. هرچند مستم. مأموریتت را عجب خوب انجام دادی ای ایرلندی، ای شاعر دائم الخمر. و نگاهی به زری کرد و گفت به سلامتی. جرعه نوشید و جام خالی را روی میز گذاشت و ادامه داد پاشوید برویم آنجا روی آن نیمکت کنار آن کشتی گل که در ساحل سبزه ها لنگر انداخته بنشینیم. زری شما هم بیایید. وجود یک زن قشنگ همیشه هیجان آور است. این کشتی جنگی که بار گل دارد تحفه فرماندهی قشون ماست. حالا خوب شد جام من کو؟ زری جام ما را پر کن. ما قوم و خویش هستیم مگر نه؟ ایران و ایرلند هر دو سرزمین آریاهاست. شما اجداد هستید و ما نواده ها. ای اجداد پیر ما تسلی دهید ای ایرلندی کاتولیک پدر شاهی دائم الخمر. میدانم عاقبت در یک روز سگی بارانی در یک گودال میافتی و جان میدهی یا در نماخانه دنبال یک پیرزن میگردی که به او بگویی
مادر. آخر مادرت و دختر همسایه با لیوان شیر گرمی که برای مادرت آورده، مادرت داشته جوراب پشمی لزلزی برای پسرش در چپه می‌بافته. نظیر اینکه بایم هست. پدرت مأمور آژیر شبانه بوده. می‌دانسته که هواپیماها در محله ما بمب می‌ریزند و می‌دانسته که الان است که خانه ما را روی هم می‌کوبند و می‌دانسته که مادر داشته برای پسرش که در جبهه جنگ است جوراب پشمی لزلزی می‌بافد. از زیر آوار که درش آوردن هنوز میل کرد بافی دستش بوده و حالا پدر کاغذ نوشته متاسفم که حالا این خانواده کاتولیک پدرشاهی با اعتراف و این لاتعالات پا شدی کوچ کردی به لندن که چه بشود؟ اگر نشسته بودی و همان ایرلند فقیر و بیچاره‌ات را درست و راست کرده بودی، آزاد کرده بودی، این همه قربانی برای مهاجرت نمیدادی. در غربت یادم است درباره ایرلند افسانه ها می‌بافتی، شاعرهای فت و فراوانش را به رخ آنها می‌کشیدی و برای سرزمین فقیرت آه می‌کشیدی. یادم است می‌گفتی در سرزمین ما فساد جوانان وجود ندارد و مخاطب‌هایت هم می‌گفتند مگر در بریتانیا وجود دارد. بچه گول می‌زدید؟ تو دائم الخمرهای ایرلند را فراموش کرده بودی. یادت رفته بود که هر هفته یک کشتی از راه می رسید و در عوض مال و تجاره دخترها و پسرهای سرزمینت را بار می کرد و به امریکا می برد. آنها هم به روی خودشان نمی آوردند که بریده هایش را می فرستادن مستعمرات. مثل خیاط کل خودمان. خیاط کل با تو لج کرده؟ چشم ندارد تو را ببیند؟ مرا هم همینطور. دیروز به قنصول گفتم دور یوسف را خط بکشید. خیاط کل نمیگذارد. جامش را سر کشید و ادامه داد. بعضی آدم‌ها عین یک گل نایاب هستند. دیگران به جلوهشان حسد میبرند. خیال میکنند این گل نایاب تمام نیروی زمین را میگیرد. تمام درخشش آفتاب و تری هوا را میبلعد و جا را برای آنها تنگ کرده. برای آنها آفتاب و اکسیژن باقی نگذاشته. به او حسد میبرند و دلشان میخواهد وجود نداشته باشد. یا عین ما باش یا اصلا نباش. شما تک و توکی گل نایاب دارید و بعد خرزهره دارید که به درد ترسانیدن پشه ها میخورند و علفهای نجیب که برای بره ها خوبند. خب همیشه شاخه بلندتر و پربارتر از شاخه های دیگر یک درخت می شود و حالا این درخت بلندتر چشم و گوشش باز است و خوب می بیند. آنها می گویند نبین و نشنو و نگو و شاعر ایرلندی دائم الخمر خبرنگار جنگی را می فرستند سراغش تا نرمش بکند و این خبرنگار کاغذ پدرش تو جیب کتش اینجا هست و پدرش نوشته متاسفم که خب اگر نرم بشوی کلک کنده است. باز جرعه‌ای سر کشید. از چشمهایش فقط خطی مانده بود. غمزده گفت ای ایرلند، این سرزمین نواده های آریایی، من شعری برای یک درخت که در خاک تو باید بروید گفتم. نام این درخت استقلال است. این درخت را باید با خون آبیاری کرد نه با آب. با آب خشک می شود. بله یوسف، تو درست گفتی. اگر استقلال برای من خوب است، برای تو هم خوب است و آن قصه‌ای که تو گفتی چقدر به دردم خورد. گفتی در افسانه‌های شما درختی آمده که اگر برگش را خشک کنند و مثل سرمه به چشم بکشند نامرئی میشوند و آن وقت به هر کاری قادرند. کاش یکی از این درختها در ایرلند بود و یکی هم در شهر تو. ساکت شد و سیگاری آتش زد و باز دنبال کرد. این همه شروور بافتم که تو نرم بشوی. وقتی کاغذ پدرم آمد متاسفم که نشستم قصه‌ای برای دوقلوهای تو نوشتم. برای مینا. خوب مینا و مرجان. خب مینا و مرجان هر دو همزادن. قصه من کو؟ گذاشته بودمش روی نامه پدرم. من میخواهم طیاره‌ای بسازم که اسباب بازی برای بچه ها بریزد و یا قصه های قشنگ. یکی بود یکی نبود. یک دختر کوچولویی بود که اسمش مینا بود.
این دختر تنها دختری بود که وقتی ستاره‌ها در آسمان نبودند برای ستاره‌ها گریه می‌کرد. من به عمرم هرگز بچه‌ای را ندیده بودم که برای ستاره‌ها گریه بکند. فقط مینا را دیدم که برای ستاره‌ها گریه می‌کرد. بچه تر که بود مادرش بغلش می‌کرد و آسمان را نشانش می‌داد و می‌گفت ماه تیتی، گل بیا برو تو سینه مینا، یا همچنین چیزی، و اینطور بود که مینا عاشق آسمان شد. حالا هر شب که ابریست مینا برای ستاره‌ها گریه می‌کند. خدا کند کلفتشان آسمان را جارو کند. او شلخته است. او فقط خاک‌ها را اینجا و آنجا روی آسمان ولو می‌کند و شب‌هایی که کلفت جارو کرده لااقل بعضی از ستاره‌ها پیدا هستند. اما وای، اگر مادر جارو کند، مادر آسمان را پاک می‌روید و تمام ستاره‌ها و ماه را جمع می‌کند، توی گونی می‌ریزد و سر گونی را می‌دوزد و گونی را می‌گذارد تو گنجه و در گنجه را قفل می‌کند. حالا مینا راه کار را پیدا کرده. با خواهرش دست به یکی می‌کند و دست کلید مادر را می‌دزدند و دست کلید را در بغل می‌گیرند و می‌خوابند. اگر دست کلید نباشد، آنها شبها خواب به چشمشان نمی‌آید. من هیچ دختر دیگری را ندیدم که اینقدر به فکر ستاره‌ها باشد و هیچ شهر دیگری را هم ندیدم که در گنجه‌هایش بشود ستاره قایم کرد. باز یک جرعه نوشید و گفت قصه مینا به سر رسید. آفرین. بگو یوسف، از چند تا کلمه حرف که از قول دوقلوهایت راست و دروغ به هم بافتی چه قصه‌ای ساختم؟ تو گفتی مردم شهر من شاعر متولد میشوند. میبینی که مردم ایرلند هم همینطور. و ساکت شد. زنی نفهمید برادر شوهرش ابوالقاسم خان از کجا جلویشان سبز شد. مکماهون پا شد و جامش را برداشت و رفت و خان کاکا نشست. چشمهایش را به هم زد و پرسید ویسکی میخورید؟ زری جواب داد نه، جین هست. میخواهید بریزم؟ خان کاکا آهسته گفت داداش، بی خود لج میکنید. هرچه باشد اینها مهمان ما هستند. همیشه که اینجا نمیمانند. اگر هم ندهیم خودشان به زور میستانند. از قفل یا مهر و موم انبارهای تو که نمیترسند. بعد هم مفت که نمیخواهند، پول میدهند. من هرچه در انبارهایم بوده چکی فروختم. پیشقسط سبزه را هم که هنوز دانه نبسته گرفتم. هرچه باشد صاحب اختیار آنها هستند. یوسف گفت مهمان ناخوانده بودنشان تازگی ندارد خان کاکا. از همه بدتر احساس حقارتی است که دامنگیر همه‌تان شده. همه‌تان را در یک چشم هم زدن کردن دلال و پادو و دیلماج خودشان. بگذارید لااقل یک نفر جلوی آنها بایستد تا توی دلشان بگوید خب آخرش یک مرد هم دیدیم. شام خبر کردند و مهمانها به طرف عمارت راه افتادند. زری و شوهر و برادر شوهرش تظاهر به حرکت کردند اما نرفتند. خان کاکا رو کرد به زری و چشمهایش را به هم زد و گفت زن داداش تو چیزی بگو. ببین صاف و صریح به برادر بزرگش توهین می‌کند. و زری گفت من چه بگویم؟ خان کاکا به خود یوسف رو آورد و گفت جانم عزیزم، تو جوانی و نمیفهمی. با این کله شقی با جان خودت بازی میکنی و برای همه امان درد سر میتراشی. آخر آنها هم باید قشون به این بزرگی را نان بدهند. خودت که میدانی نمیشود قشون به این بزرگی را گرسنه نگه داشت. یوسف به تلخی گفت اما رعیت مرا میشود، همشهری های مرا میشود گرسنه نگه داشت. خان کاکا گفت ببین جانم، پارسال و پیرارسال را تفره رفتی و ندادی. ما جوری رفع و رجوعش کردیم اما امسال نمی شود. فعلا آذوقه و بنزین برای آنها از توپ و تفنگ هم واجب تر است. گیلانتاش به طرفشان آمد و گفت مامانم میگویند بفرمایید شام. راه افتادند. ابوالقاسم خان به زری نجوا کرد نکند به سرش بزند فردا از جشن آنها نیاید. خسرو را هم که دعوت کردند. خودم میایم دنبالتان. زری گفت فردا شب جمعه است. میدانید که من نذر دارم. ابوالقاسم خان چشمهایش را به هم زد و گفت زن داداش دستم به دامنت. به خانه که آمدند زری روی تخت خواب نشست. فقط کفشهایش را درآورد. یوسف شلوارش را روی تخت صاف میکرد که سر چوب لباس بزند. لباس خوابش را که پوشید به اتاق مجاور رفت که درش به اتاق زن و شوهر باز میشد. زری از همانجا که نشسته بود میدیدش.
پای تخت دوقلوها ایستاده بود و تماشایشان میکرد و بعد جلوتر رفت و زری نمیدیدش. اما میدانست که دارد زیر سرشان را صاف میکند. دست کلید زری را که وسط متکه هایشان گذاشتند برمیدارد. میدانست میبوسدشان و میدانست که خواهد گفت عروسک های ملوسم و بعد صدای در را شنید. میدانست که یوسف به اتاق خسرو رفته. میدانست روی او را خواهد پوشانید. پیشانیش را خواهد بوسید و خواهد گفت پسرم اگر من نتوانستم تو خواهی توانست. از تخم چشمم عزیزتری. یک روز که نمیبینمت مثل مرغ سرکندم و با یا کلماتی از این قبیل. یوسف به اتاق خوابشان آمد. زری از روی تخت جم نخورده بود. یوسف پرسید مگر خیال خوابیدن نداری؟ و دست کلید را به او داد و خندید و گفت عجب این بروژک ها مضحکند، عروسک های ملوس. و کنار زنش نشست و گفت لابد میخواهی دکمه های پشتت را باز کنم؟ معذرت میخواهم یادم نبود. زری بیان که پشت به او بکند گفت مکمهون عجب قصه قشنگی برایشان نوشته بود. یوسف پرسید همه‌اش را فهمیدی؟ زری گفت بله دیگر، به لهجه ایرلندیش عادت کردم. یوسف گفت میدانی امروز مینا به من چه گفت؟ وقتی به هوا انداختمش و در بغلم گرفتمش پرسید بابا مادر 2 ستاره داده به تو چشمات میبینمشان. زری خندید و گفت بچه راست میگوید. ته چشمهایت 2 ستاره برق میزنند. چشمهای تو ماشاءالله عین زمرد. و حرف خود را تمام نکرد. یوسف رفت پشت سر زنش و شروع کرد به باز کردن دکمه های لباسش و گفت وا ویلا این همه دکمه برای چیست؟ و ادامه داد سر شب حرفهایی به مکمهون زدم که اگر به گوش زینگر برسد حسابم پاک است. دکمه ها را باز کرد و پیراهن زن افتاد دور کمرش. شروع کرد به باز کردن دکمه های پستانبند و گفت به مکمهون گفتم بله جانم، مردم این شهر شاعر متولد می شوند. اما شماها شعرشان را کشتید. گفتم پهلوانهایشان را اخته کردید. حتی امکان میارزه هم باقی نگذاشتید که لااقل حماسه‌ای بگویند و رجزی بخوانند. گفتم سرزمینی ساخته اید خالی از قهرمان. گفتم شهر را کرده اید عین گورستان، پر جنب و جوش ترین محله‌اش محله مردستان است. دکمه های پستانبند را باز کرد و دست گذاشت به پستانهای زن و گفت دلم برای پستانهایت می سوزد. چقدر صف می بندیشان. زری احساس کرد که پستانهایش تیر می کشد. دکمه های پستانها برجسته و برجسته تر شدند. یوسف لبش را گذاشت روی کتف زن. لبش داغ بود. زری گفت نپرسید محله مردستان کجاست؟ یوسف گفت چرا پرسید؟ گفتم همان محله است که ساکنانش بیشتر زنهای فلک زده‌ای هستند که با سرخاب و سفیدابی که به صورتشان میمالند معاش میکنند و شما سربازهای هندی را میفرستید سراغشان. خودتان که کار و بارتان سکه است. گفتم شما شعر را کشته اید، عوضش درشکچی ها و جنده ها و دلال ها چند تا کلمه انگلیسی یاد گرفتند. مکمهون گفت اینها را به من نگو. دل من یکی از این جنگ خون است. دست پیش آورد و موهای زنش را نوازش کرد و خواست بناگوشش را بپوسد. زری برگشت و دست انداخت کردن شوهرش و اشکش سرازیر شد. یوسف با تعجب پرسید از دست من گریه میکنی؟ من نمیتوانم مثل همه مردم باشم. نمیتوانم رعیتم را گرسنه ببینم. نباید سرزمینی خالی از مرد باشد. زری گریه کنان گفت هر کاری میخواهند بکنم. اما جنگ را به لانه من نیاورند. به من چه مربوط که شهر شده عین محله مردستان. شهر من، مملکت من همین خانه است. اما آنها جنگ را به خانه من هم میکشند. یوسف صورت زن را در 2 دست گرفت و روی اشکها را بوسید و گفت پاش و صورتت را بشو. حالا موقع این حرفا نیست. شده عین صورتک روی خشت. به خدای احد و واحد خودت از این صورتک ها که میسازی 1000 بار قشنگتری. پاشو جانم. دلم هوایت را کرده. زن لخت که میشد چراغ را خاموش کرد. نمیخواست باز یوسف نقشه جغرافیا را به قول خودش روی شکمش ببیند. هرچند یوسف همیشه جای بخیه ها را میبوسید و میگفت برای من است که این رنج ها را کشیده ای. همان خانم حکیم شکمش را آنطور سفره پر از چروک و بخیه کرده بود. به رخت خواب که آمد پاهای گرم و پشمالود یوسف که به پاهای سردش خورد
و دست بزرگ او که پستانهایش را نوازش کرد و پایینتر که آمد همه چیز را فراموش کرد، گوشواره‌ها، سرجن زینگر و خانم حکیم و عروس و مارش‌ها و طبل‌ها را، لوچ‌ها و تاس‌های مجلس عهدکنان را، همه را فراموش کرد. اما در گوشش صدای آرام ریزش آب از آبنمایی می‌آمد که از روی گل‌های سرخ روشن می‌گذشت و پیش نظرش یک کشتی پرگل نقش می‌بست که کشتی جنگی هم نبود. فصل 1 رو تونستم برای شما بخونم. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. امیدوارم که این کتاب رو تهیه کنید و تا انتها بخونید و لذت ببرید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.